به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع می‌کنیم. این وایس صرفاً برای معرفی این کتاب هستش. امیدوارم که اگر خوشتون میاد برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. کتاب رسیدن به فروش بیش از حد، نویسنده دانیل پریسلی هستش، مترجم محمد رضا عمرانی و انتشارات نگاه نوین در تهران این کتاب رو چاپ کرده. لطفاً با من همراه باشید تا قسمت‌های کوتاه رو از این کتاب رو برای شما بخونم. شاهکلید بحث‌های کتاب رسیدن به فروش بیش از حد را می‌توان یک موضوع دانست و آن اینکه برای موفقیت در کسب و کارتان نیاز به مشتریان زیاد ندارید، بلکه باید مشتریانی محدود ولی وفادار پیدا کنید که به هیچ قیمت حاضر به ترک کسب و کار شما نباشند. معمولاً در تحلیل بازار هر کسب و کار، میزان عرضه و تقاضا قیمت هر محصول را مشخص می‌کند و این موضوع چنان قانونی، ازلی و ابدی نشان داده می‌شود که نمی‌توان در چند و چون آن شک و تردید روا داشت. اما دانیل پریسلی در کتاب رسیدن به فروش بیش از حد به جنگ این مفهوم بظاهر غیر قابل تغییر رفته است. او میگوید قیمت نهایی فرآورده کسب و کار شما را آن دو مشتری تعیین می‌کنند که حاضرند قیمت بالاتری نسبت به آن یکی برای خدمات یا کالای شما پرداخت کنند. در این زمینه مثال‌های بی‌نظیری را مطرح می‌کند که در بخش‌های مختلف کتاب خواهید خواند. دانیل پریسلی کارآفرین و نویسنده امریکایی است. او در 21 سالگی شرکت خود را تأسیس کرد و در 25 سالگی مجموعه‌ای چند میلیون دلاری را بنیان نهاد. پریسلی در نقاط مختلف جهان به تجارت می‌پردازد و به عنوان مشاور نیز فعالیت می‌کند. این کتاب در فهرست کتاب‌هایی است که زندگیتان را دگرگون می‌کند و از کتاب‌های پرفروش در امریکا و از پرفروش‌های بازار نشر هستش. قسمت‌هایی از این کتاب رو برای شما می‌خونم. در آخر سخنرانیش اعلام کرد که 1 ساعت مشاوره کاری اختصاصیش را به حراج می‌گذارد و درآمد حاصل از آن صرف امور خیریه می‌شود. گفت آخرین باری که چنین مشاوره‌ای داده و شخص مشاوره گیرنده را وارد شبکه ارتباطاتش کرده، آن شخص $50,000 در کمتر از 30 روز به دست آورده است. به گفته او این فقط یک مشاوره نیست. در واقع دسترسی به شبکه خود اوست. شبکه‌ای از قدرتمندترین آدم‌های جهان. این ادعا شنوندگان را به جنون کشاند و حراج را با پیشنهاد 500 پوند شروع کردم و خیلی زود شخص دیگری 600 پوند پیشنهاد کرد. در یک چشم به هم زدن به 1000 پوند رسید و دستها پشت سر هم بالا می رفتند. احتمالاً مدتها قبل یاد گرفته اید که نیروهای عرضه و تقاضای بازار قیمت کالا و سودتان را تعیین خواهند کرد. ولی چیزی که یاد نگرفته اید این است که شما می توانید نیروهای خودتان را در بازار به وجود آورید. رستوران هایی هستند که مردم برایشان صف می کشند. محصولاتی هستند که باید از چند ماه قبل سفارششان دهید. بلیط هایی هستند که اولین روز فروش همهشان فروخته می شوند. سهام هایی هستند که بلافاصله بعد از آزاد شدن قیمتشان سر به فلک می کشد. ماشین هایی هستند که قبل از ساخته شدن فروخته می شوند و ملک هایی هستند که موقعی فروش می روند که بیشتر از چند خط روی کاغذ نیستند. بعضی ها دنبال مشتری نیستند
بلکه این مشتری است که دنبال آنهاست. در دنیایی که انتخاب‌های زیادی داریم، چرا این اتفاق می‌افتد؟ چرا با وجود انتخاب‌های زیادی که داریم، مردم برای بعضی از این انتخاب‌ها صف می‌کشند، بیشتر پول می‌دهند یا از قبل رزروشان می‌کنند؟ چرا این آدم‌ها و محصولات اینقدر خواهان دارند؟ این کتاب می‌خواهد علت این اتفاق را بگوید. علتش پدیده است به نام بیشتر شدن تقاضا نسبت به عرضه یا همان فروش بیش از حد. در خلاصه کتاب رسیدن به فروش بیش از حد اثر دانیل پریستی یاد خواهید گرفت که چگونه تقاضا برای محصول یا خدمات خود را افزایش دهید و صف‌های طولانی از مشتریان برای بزینس خود خلق کنید. بازارهای مصرف امروزی به قدری پر از گزینه‌های بی‌پایان هستند که به سختی می‌توان محصولات جدید را پیدا کرد. اینجاست که مفهوم اشتراک بیش از حد مطرح می‌شود. شما باید به جای رقابت با کسب و کارهای بزرگ، بازار خود را ایجاد کنید و یک پایگاه مشتری وفادار را به وجود بیاورید، به طوری که آنها طرفدار تمام محصولات شما باشند و در نتیجه تقاضا از عرضه فراتر رود. راه‌های مختلفی همچون تمرکز بر نوآوری و حفظ روابط عالی با مشتری برای متمایز کردن برند شما وجود دارد. موارد زیر نشان می‌دهد که چگونه برخی از برندها توانستند از رقبا پیشی بگیرند و شما چگونه می‌توانید موفقیت‌های آنها را تقلید کنید. وجود یک گروه از طرفداران کوچک اما اختصاصی برای موفقیت و پایداری شما کافی است. چطور جشنواره‌های موسیقی خیلی زود بلیط‌های خود را می‌فروشند؟ چه چیزی باعث شد که آیفون در سال 2003 به موفقیت بزرگی دست پیدا کند؟ هر ساله ابزارها یا دستگاه‌های گران قیمت جدیدی تولید می‌شود که مردم واقعاً به آنها نیازی ندارند. با این حال تمایل به خرید آنها دارند. هیچ چیز مرموزی در این معاملات وجود ندارد، زیرا همه چیز به محبوبیت و کمبود برمیگردد. وقتی همه افراد کالاهای خاصی را در اختیار دارند، شما هم دوست دارید آن را خریداری کنید و وقتی کالایی آنقدر محبوب است که به سختی به دست می‌آید، آن وقت است که در بین افراد جامعه مطلوبیت پیدا می‌کند. کسب و کارهای موفق تقاضای بیشتری نسبت به عرضه ایجاد می‌کنند. شاید شما در مقطع دبستان قوانین عرضه و تقاضا را یاد گرفته باشید. اما این روزها راز موفقیت یادگیری قوانین عرضه و تقاضاست. زمانی که تقاضا و خریداران بیشتر از محصولات و عرضه باشد، این امر باعث می شود که یک بزینس بیش از حد رشد کند. این موضوع ممکن است بد به نظر برسد، اما در واقع رمز موفقیت کسب و کارها و ابزاری قدرتمند برای رسیدن به سود است. یکی از بهترین مثال‌ها برای این موضوع برند آیفون است. هر زمان که اپل نسخه جدیدی را منتشر می‌کند، پیش‌فروش آن توسط تعداد زیادی از افراد تضمین می‌شود. جالب است بدانید که این مسئله به عنوان یک مشکل برای برند اپل نیست، زیرا آنها می‌خواهند صف‌های طولانی از مشتاقان آیفون را که روزها منتظر هستند تا به عنوان اولین نفر آخرین مدل از این برند را خریداری کنند ببینند. این تبلیغ رایگان نشان می‌دهد که تقاضا چقدر زیاد است. با این حال تقاضا می‌تواند در طول زمان تغییر کند. به عنوان مثال، گوشی‌های آیفون همیشه باید مطلوب باقی بماند، مخصوصاً زمانی که شرکت‌هایی مانند سامسونگ رقابت فزاینده‌ای با آنها دارند. یکی از بزرگترین چالش‌ها برای رسیدن به فروش بیش از حد این است که بدانیم چگونه باید نسبت به رقبای خود واکنش نشان دهیم.
در دهه 1980 جراحی پلاستیک بیش از حد به عنوان یک تجارت رقابتی شناخته شده بود و برای تعداد انگشت‌شماری از پزشکان با وجود هزینه‌های هنگفت تقاضا وجود داشت. اما پس از پیوستن هزاران پزشک دیگر به این بزینس، قیمت‌ها باید به شدت کاهش می‌یافت تا رقابت باقی بماند. بنابراین یک راه عالی برای رسیدن به فروش بیش از حد، ایجاد بازار خاص برای مشتریان وفادار بود. با نوآوری بیشتر، محیطی راحت‌تر و فروشی ارزان‌تر بازار را مختل کنید. پیدا کردن یک بازار خاص ساده‌تر از ایجاد آن است. با این وجود یکی از بهترین راه‌ها برای راه‌اندازی یک کسب و کار با فروش بیش از حد، ارائه یک محصول واقعاً خلاقانه و منحصر به فرد است. واقعاً منحصر به فرد و مبتکر بودن به این معناست که شما هیچ رقیبی ندارید. این همان چیزی است که وقتی آیپد عرضه شد اتفاق افتاد. از آنجایی که هیچ کس دیگری تا به حال یک پخش کننده موزیک کاربرپسند و با طراحی خوب را ارائه نکرده بود، بنابراین قبل از عرضه آیپاد هیچ بازاری برای آن وجود نداشت. بنابراین زمانی که آیپاد در سال 2002 عرضه شد، هیچ رقابتی برای آن وجود نداشت و این محصول یک بازار خاص برای خودش داشت. هنگامی که رقابت وارد دنیای فروش می شود، شما می توانید با ایجاد روابط قوی مشتریان وفاداری را ایجاد کنید. یک روش سنتی و در عین حال قابل اعتماد برای انجام این کار استفاده از قراردادهاست. به عنوان مثال، هنگامی که به عنوان یک شرکت مخابراتی هستید، پیشنهادات زیادی برای شما وجود دارد که باعث می شود شما هر طرح را با دقت مقایسه کنید و هنگامی که یک شرکت مخابراتی را انتخاب می کنید و با آنها مثلا قرارداد 24 ماهه می بندید، متعهد می شوید که در این مدت فقط با آنها ارتباط دارید و دیگر شرکت ها برای شما اهمیتی ندارند. راه دیگر برای رسیدن به فروش بیش از حد، ایجاد یک فضای متفاوت و ایدئال برای مصرف کنندگان است. یک مثال کلاسیک در این مورد شرکت آمازون است. این مرکز خرید آنلاین تمام نیازهای مصرف کنندگان را در یک مرحله تأمین می کند. هر کسی که به اینترنت متصل باشد می تواند به سرعت این بازار را بررسی کند، نظرات مشتریان را بخواند و همه چیز از لاستیک گرفته تا اسباب بازی‌های کودک را تنها با یک کلیک بخرد. راه سوم برای دستیابی به فروش بیش از حد، ارائه یک گزینه ارزان‌تر است. یونیکلو به عنوان یک شرکت جهانی موفق در حوزه پوشاک توانسته است با انجام معاملات انحصاری لباس‌های با کیفیت را با قیمت پایین به فروش برساند. تامین کنندگان شرایطی را برای این شرکت فراهم می‌کنند تا آنها پارچه‌ها را با قیمت عمده خریداری کنند و پس‌انداز را به مشتری منتقل نمایند. با ایجاد بازار انحصاری و داشتن مشتریان خاص، تولید را افزایش دهید. کدام یک برای شما مطلوب‌تر به نظر می‌رسد؟ کتابی که همه دوستان شما می‌خوانند و از آن لذت می‌برند، یا کتابی که دائما در تلویزیون، سینما و مترو تبلیغ می‌شود؟ به طور کلی، زمانی که محصولات به طور تهاجمی به مردم ارائه نمی‌شود، آنها واکنش مثبت بیشتری نشان می‌دهند. به آن دست فروشان خیابانی فکر کنید که تمام روز را سر رهگذران فریاد می‌زنند تا بگویند که محصولاتشان چقدر مغروم به صرفه است. شما تاکنون چند بار از این دست فروشان خیابانی خرید کرده‌اید؟ اکنون به مکانی مانند گالری لافایت فکر کنید، یک فروشگاه لوکس در پاریس که نیازی به صرف زمان و هزینه برای تبلیغات تهاجمی ندارد. در این فروشگاه یک پیشخوان انحصاری از برند شانل وجود دارد که هر یک
هر بار یک مشتری میتواند جدیدترین کیف دستی را از آنجا بخرد. طبیعتاً این بدان معناست که همیشه یک صف طولانی وجود دارد، اما مردم با خوشحالی در آن صف نیستند تا جدیدترین کیف از این برند را خریداری کنند. ارائه این نوع خدمات انحصاری و انفرادی میتواند به مردم احساس خاص بودن را بدهد و به عنوان یک راه قدرتمند برای به دست آوردن مشتریان وفادار است. در گارولی لافایت صف طولانی فقط محبوبیت مغازه را نشان نمی‌دهد، بلکه باعث ایجاد هیجان و کنجکاوی می‌شود. هنگامی که شما یک تجربه عالی را برای مشتری خلق می‌کنید، می‌توانید از طریق پرسشنامه نظرات آنها را برای جلب مشتریان جدید جمع‌آوری کنید. شما باید از آنها بپرسید چگونه محصولات یا خدمات ما زندگی شما را به سوی بهتر شدن تغییر داد و پاسخ آنها را از طریق رسانه‌های اجتماعی با مشتریان بالقوه خود به اشتراک بگذارید. بازاریابی سنتی را فراموش کنید و بازاری را بسازید که مردم درباره آن صحبت کنند. افرادی که دارای تصمیمات منحصر به فرد و معنادار هستند دوست دارند همه آنها را متفکران مستقل بدانند، اما حقیقت این است که همه ما شدیداً تحت تاثیر گفته‌ها و عملکرد اطرافیانمان هستیم و شرکت‌های موفق سعی می‌کنند از این روش به نفع خودشان استفاده کنند. امروزه این موضوع به معنای فراتر رفتن از تبلیغات سنتی است. تبلیغات از طریق روزنامه و مجله کافی نیست، زیرا هر کسی که به اینترنت متصل است می‌تواند به سادگی آنلاین شود و محصول شما را با رقبا مقایسه کند. اما نظریات مشتریان در مورد محصولات شما از هر شعار تبلیغاتی مهمتر است. از آنجایی که خریداران اکنون نظرات تخصصی و گزینه‌های زیادی برای مرتب سازی دارند، بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که دیگران را وادار کنید تا در مورد محصول یا خدمات شما صحبت کنند. بنابراین هنگامی که نظرات صادقانه و درخشان مشتریان را دریافت کردید، در راه شهرت به عنوان یک برند قابل اعتماد قرار خواهید گرفت. در این روزها ابزار نهایی بازاریابی وادار کردن مردم به صحبت درباره کسب و کار شما در رسانه‌های اجتماعی، یوتیوب و سایر نشریات آنلاین است، زیرا که اعتماد مشتریان جدید به نظرات دیگران بیشتر از شعارهای شرکتی است. از بروزرسانی‌ها برای ایجاد پیشبینی و ارتباطات مشتریان استفاده کنید. مردم دوست دارند اغلب بی‌نظیری را در اختیار داشته باشند و از داشتن محصولات یا خدماتی که فقط عده کمی آنها را لمس می‌کنند هیجان زده می‌شوند. شما در کسب و کار خود می‌توانید از این نوع هیجان استفاده کنید و از طریق چیزی که به عنوان سیگنال دهی کسب و کار در میان مشتریان وجود دارد، انتظارات ارزشمندی را ایجاد کنید. شما می توانید از این طریق به مشتریان خود هشدار دهید و به آنها اطلاع دهید که محصولی خاص و منحصر به فرد در شرف وقوع است. یکی از کسب و کارهایی که به طور منظم در میان مشتریان هیاهو ایجاد می کند، جشنواره موسیقی گلاستونبری در انگلستان است. در تمام طول سال مردم می توانند برای دریافت بلیط‌های 3 روزه کنسرت سالانه در فضای باز ثبت نام کنند. هر سال گروه نوازندگان به طرز ماهرانه‌ای در میان 350,000 مشتری هیجان ایجاد می‌کنند تا در نهایت بتوانند 120,000 بلیط خود را در عرض چند دقیقه بفروشند. این یک مثال کاملا واقعی در مورد فروش بیش از حد است و سیگنال‌های تخصصی به این گروه کمک می‌کنند تا مشتریان شانس خرید خدمتی منحصر به فرد و محدود را داشته باشند. و اما سیگنالینگ نیز برعکس عمل می‌کند.
در سیگنالینگ مشتریان بالقوه به کسب و کار میگویند که در مورد چه چیزی هیجان زده هستید. زمانی که به مردم فرصت دریافت محصولات مختلف جدید را می‌دهید، خیلی زود متوجه می‌شوید که آنها به کدام یک علاقه بیشتری دارند. این کار با ارائه بینش ارزشمند مشتری، طرح ایده‌های خوب برای فروش در آینده و همچنین بروزرسانی‌ها برای کسب و کار شما مفید است. کسب و کار شما با مشتریان در ارتباط است. شما می توانید ارتباط خود را با مشتریانتان تقویت کنید و حس هیجان را در آنها برای انتشار محصولات جدید ایجاد کنید. بنابراین مشتریان با دریافت اطلاعات در مورد محصولات مورد علاقه جدید احساس خاصی را دریافت می کنند. مخاطبان خود را با محتوای سرگرم کننده و آموزنده درگیر کنید. ارسال خبرنامه منظم یک راه عالی برای تعامل با مشتریان و وفادار نگه داشتن آنهاست. اما شما باید محتوای مناسبی برای ارائه داشته باشید تا ذهن آنها را درگیر نگه دارید. شما می توانید برای مشتریان خود اعلان‌های خنده‌دار، گیف‌ها و جوک‌های بامزه‌ای را ارسال کنید. اما یک راه بهتر این است که اطلاعات ارزشمندی را برای آنها ارسال کنید. اطلاعاتی که تخصص شما را آموزش می‌دهد. به احتمال زیاد مشتریان شما وقت کافی برای برقراری ارتباط ندارند. بنابراین اگر خبرنامه شما اطلاعات ارزشمندی را ارائه نمی‌کند، ممکن است آنها را مطالعه نکنند. به خاطر داشته باشید که بیشتر مردم قبل از خرید کالاهای ارزشمند زمان زیادی را صرف تحقیق می‌کنند. افراد برای مواردی مانند خرید اتومبیل یا تصمیم‌گیری برای رفتن به تعطیلات به طور متوسط 7 ساعت را به تحقیق آنلاین می‌پردازند. شما می‌توانید از طریق خبرنامه یا وبلاگ اطلاعاتی را در مورد محصول خود در اختیار مشتری قرار دهید تا زمان تحقیق کاهش پیدا کند. هرچه بیشتر برای جذب مشتری بالقوه وقت بگذارید، احتمال بیشتری وجود دارد که از محصول یا خدمات شما استفاده کنند. اطلاعات می‌تواند سرگرم کننده نیز باشد. اگر خدمات شما ارائه سرویس اشتراک خودروست، وبلاگ یا خبرنامه شما می‌تواند حاوی یک ویدئوی خنده‌دار باشد یا اطلاعاتی را در مورد اینکه چگونه اشتراک گذاری خودرو برای محیط زیست خوب است ارائه دهید. بنابراین درگیر نگه داشتن مشتریان و سرگرم کردن آنها یکی از راه‌های افزایش فروش است. اما بهتر است روی ارائه اطلاعات مفید یا خنده‌دار تمرکز کنید. در غیر این صورت مشتریان ممکن است گیج شوند. یک قانون سرانگشتی خوب قانون 2080 است. تصور کنید که سمینار برای تبلیغ کسب و کار خود برگزار می‌کنید. در طول این سمینار ممکن است چند جوک بگویید، اما کمدی نباید بیش از 20% زمان را اشغال کند. اگر مردم تنها طرفدار جوک بودند، به یک استندآپ کمدی می‌رفتند. همین قانون باید در مورد محتوای شما نیز اعمال شود. مردم باید بدانند که چه انتظاری دارند و مشتاقانه منتظر آن باشند. به یاد داشته باشید، هدف شما ایجاد یک برند قوی و قابل شناسایی است. بنابراین اکنون که برخی از رازهای موفقیت را می‌دانید، زمان آن رسیده است که مردم را تشویق کنید تا در مورد کسب و کار شما صحبت کنند. پیام کلیدی در خلاصه کتاب رسیدن به فروش بیش از حد. کمبود چیز خوبی است. وقتی مشتریان محصولات یا خدمات شما را منحصر به فرد و محدود می‌بینند، آنها را بیشتر دوست دارند. یکی از راه‌های متمایز کردن کسب و کارتان این است که چیزی را ارائه دهید که هیچ کس دیگری ارائه نمی‌دهد. چیزی که محصولاتتان را می‌تواند متمایز کند. راحتی استثنایی، قیمت‌های بی‌رقیب یا محصولات نوآورانه است.
برای حفظ مشتریان خود و ایجاد روابط قوی، ذهن آنها را با محتوای ارزشمند درگیر نگه دارید تا شما را به خاطر بسپارند و از محصولات و خدمات شما لذت ببرند. توصیه عملی: در اینجا تمرینی برای آینده کسب و کار شما وجود دارد. تصور کنید پول برای شما یک مشکل نیست و می توانید هر کاری که می خواهید انجام دهید. به این فکر کنید که چه چیزی شما را بیشتر هیجان زده می کند و شما را به طور باور نکردنی درگیر کسب و کارتان می کند. همان را برای مشتری انجام دهید. شاید راه حل برای شما برگزاری یک کمپین بزرگ یا برقراری تعامل از طریق رسانه‌های اجتماعی در چندین پلتفرم باشد. هر چه که هست، شروع به فکر کردن در مورد راه‌هایی کنید که امکان اصلاح آن با توجه به بودجه‌تان وجود دارد. ممکن است که مشتریان شما نیز این کار را سرگرم کننده بدانند. خلاصه نکات کلیدی کتاب: ایجاد بازار خاص خود، ارزش آفرینی برای مشتریان، روابط قوی با مشتریان، متمایز کردن برند، تقاضا بیشتر از عرضه. چرا این کتاب مهم است؟ جهان پر از انتخاب است. مشتریان وفادار ضامن موفقیت‌اند. مشتری نه صرفاً خریدار. کتاب برای چه کسانی مفید است؟ صاحبان کسب و کار و مدیران که به دنبال رشد و توسعه کسب و کار خود هستند. افرادی که به دنبال ایجاد یک برند قوی و متمایز هستند. کسب و کارهایی که به دنبال ایجاد روابط بلند مدت و وفادار با مشتریان خود هستند. خب دیگه فرصت به من اجازه نمیده که بیشتر از این کتاب زیبا رو برای شما بخونم. حتما اگر خوشتون اومده و کسب و کاری دارید این کتاب رو برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.